نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف الله متعال هر روز و هر لحظه زندگیتان زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. در این برنامه هم با شما هستیم با بررسی ترجمه معانی آیاتی دیگر از کلام الله مجید در سوره مبارکه تحریم. سوره مبارکه تحریم از جمله سوره هایی است که در مدینه منوره نازل شده و نام این سوره یعنی حرام کردن. تحریم یعنی حرام کردن، اشاره داره به شأن نزول این سوره. درباره شأن نزول این سوره دو روایت ذکر شده است که درباره ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها و ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها همسران رسول الله علیه الصلاه و السلام و دختران ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی الله عنهم اجمعین هست. یک روایت اینگونه میگوید که ام المؤمنین عایشه و ام المؤمنین حفصه روزی با هم نقشه کشیدن به خاطر غیرت زنانگی که بالاخره بین همسران یک فرد وجود داره و مخصوصا همسران رسول الله علیه الصلاه و السلام هم هر کسی دوست داشت که رسول الله علیه الصلاه و السلام بیشتر پیشش باشه و به هر حال از شدت محبتشون به رسول الله علیه الصلاه و السلام این چیز امر کاملا طبیعی است و روز نقشه کشیدن تا ماندن رسول الله علیه الصلاه و السلام به پیش ام المؤمنین زینب بنت جحش که دختر عمه رسول الله علیه الصلاه و السلام بود رو کم کنن. حکایت از این قرار بود که رسول الله علیه الصلاه و السلام هر روز عصرها دور می‌زدن در خانه همسرانشون و میرفتن خبر میگرفتن و حالشون رو میپرسیدن، پیش اونها می نشستن چند لحظه و میرفتن خانه نفر بعد. زینب بنت جحش ام المؤمنین عسلی داشت که خویشاوندان و نزدیکان براشون آورده بودن و از این عسل برای رسول الله علیه الصلاه و السلام نوشیدنی درست میکرد، با آب مخلوط میکرد و ایشان نوش جان میفرمودن و مقداری بیشتر میماندن و خب این حکایت وضع خانه های رسول الله علیه الصلاه و السلام اینطور نبود که از لحاظ مالی و از لحاظ مادی خیلی در رفاه باشن، اونها نداشتن و ایشون رسول الله علیه الصلاه و السلام بیشتر میماندن پیش ام المؤمنین زینب دختر عمه رسول الله علیه الصلاه و السلام. این سبب شد تا غیرت ام المؤمنین عایشه و حفصه که نوبتشون بعد از خانه ام المؤمنین زینب بود به جوش بیاد و با هم یک نقشه کشیدن و نشستن و گفتن که کاری میکنیم تا رسول الله علیه الصلاه و السلام کمتر اینجا بمانن و گفتن که ما وقتی که رسول الله علیه الصلاه و السلام دیدن ما آمدن میگیم که یا رسول الله دهانش ما بوی مغافیر میده و مغافیر یک سمق بدبویی بود که از برخی از شیره برخی از درختان که خارج میشد و گفتن که این رو میگیم و رسول الله علیه الصلاه و السلام حساس است به نظافت و طهارت خود و حتما خواهد فرمود که دیگه من از اون عسل نمیخورم و همون نیتی که ما داریم که رسول الله علیه الصلاه و السلام کمتر بمانن اونجا ایجاد خواهد شد. این کار رو کردن و رسول الله علیه الصلاه و السلام به محضر ام المؤمنین عایشه آمد. ایشون فرمودن یا رسول الله دهانتون بوی مغافیر میدهد. رسول الله فرمودن من عسل خوردم مغافیر نخوردم. شاید اون زنبورهایی که این عسل رو درست کردن روی مغافیر نشسته باشن، این احتمال وجود داره. و باز همین حکایت پیش ام المؤمنین حفصه تکرار شد و ام المؤمنین حفصه همین حرف رو به زبان آورد و رسول الله علیه الصلاه و السلام فرمودن که من عسل خوردم و شاید اون زنبورها نشسته باشن روی مغافیر، از این بعد دیگه عسل نمیخورم. و فرمودن دیگه از این بعد عسل نمیخورم.
و این اثر رو بر خود تحریم کردن و به این خاطر این آیات نازل شد. این یک داستان هست درباره شأن نزول این سوره تحریم، یعنی تحریم کردن عسل. یا بر اساس روایت دوم، در اون روایت آمده است که روزی رسول الله علیه السلام بعد از ظهری آمدن به خانه ام المؤمنین حفصه که نوبت ایشان بود و ایشون رو نیافتن در داخل خانه. ام المؤمنین حفصه اجازه گرفته بود، صبح رفته بود خانه پدرشون عمر رضی الله عنه و هنوز برنگشته بود و در این فرصت رسول الله علیه السلام از ام المؤمنین ماریه که موقع کنیز رسول الله علیه السلام بود و مادر ابراهیم نشده بود، مادر فرزندشون، خواست تا بیاد به خانه حفصه و پیش رسول الله علیه السلام. این امر سبب شد تا ام المؤمنین حفصه که آمد و رسول الله علیه السلام رو و در داخل اتاق خود دید و در رو بسته دید و دید پرسجو کرد، دید که ماریه هم نیست و به هر حال بر اساس غیرتش ناراحت شد و رسول الله علیه السلام فرمودن که باشه، من دیگه با ماریه نزدیکی نخواهم داشت و همبستر نخواهم شد. و یک روایت دیگری هم فرمودن که حفصه یک چیز دیگه هم به تو بگم، یک سری رو، این رو به عنوان یک راز فرمود رسول الله علیه السلام که پخش نکنید. من حالا چه روایت اول که اثر بود و اینجا حکایت ام المؤمنین ماریه که وضعیت حفصه گفته شد. و راز دیگر این که بعد از من پدر عایشه ابوبکر و پدر تو عمر خلیفه و جانشین من خواهند شد. این دو روایتی است که درباره شأن نزول این سوره ذکر شده است. الله متعال در این سوره می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها النبی، ای پیامبر من، لما تحرم ما احل الله لك، چرا حرام می‌گردانی آنچه که الله تعالی برای تو حلال کرده است. تبتغی مرضات ازواجک، به دنبال کسب رضایت همسران خود هستی. به خاطر کسب رضایت همسرانت حلال خدا رو بر خود حرام میکنیم. اینجا چون رسول الله علیه السلام فرمود دیگه با ماریه هم بستر نمیشم، یا در روایت دیگر عسل نمیخورم، الله متعال ملامت نمود این حکایت رو و به رسول الله علیه السلام این گونه فرمود که چرا حرام کردی تو ما؟ به خاطر کسب رضایت همسرانت. تبتغی مرضات ازواجک، این تعبیر تبتغی مرضات ازواجک، به دنبال رضایت و به دست آوردن رضایت همسرانت هستی. نشان از این داره که رسول الله علیه السلام عایشه و حفصه رو بسیار دوست داشت و میخواست که رضایت اونها رو کسب بکنه و وگرنه این صحبت رو نمیفرمود. و قرآن هم این رو اشاره میفرماید که رسول الله علیه السلام به دنبال کسب رضایت عایشه و حفصه بود، چون اونها رو خیلی دوست داشت، همونجوری که پدرهای اونها رو دوست داشت. اما الله متعال اینجا ملامت نمود پیامبر علیه السلام رو به خاطر این کار و در ادامه فرمود الله غفور رحیم، الله تعالی بسیار بخشنده است و بسیار مهربان است. در همین جایی که ملامت هم فرمود پیامبر نازنینش رو، ادامهش فرمود الله غفور است و رحیم است، اشاره به این داره که الله تعالی شما رو بخشیده و این حکایت برای رسول الله علیه السلام تمام شده است. و در ادامه فرمود قد فرض الله لكم تحلة ایمانکم، الله متعال برای شما شرعی نموده است و مشروع نموده است، مقدر کرده است، برای شما اجازه داده تحلة ایمانکم، شکستن قسمتان رو. در این موارد باید شکست قسمی که به خاطر برای نخوردن یک شیء حلال هست و این قسم کفاره قسم رو داره، غذا دادن 10 تا مسکین و لباسشون و یا آزاد کردن یک برده. والله مولاکم، الله متعال مولای شماست، ناصر و یاور شماست. و هو العلیم الحکیم، و او آگاه است به هر چیزی و حکمت داره. وقتی صحبتی می‌فرماید بر مبنای حکمتی است، دستوری رو که برای شما نازل کرده است. اون ناصر شماست و یاور شماست. ای پیامبر، الله تعالی از تو رو یاری میکنه و نصرت میفرماید. الله تعالی دوست نداره که آنچه شما دوست نداری اتفاق بیفته. اما اون رازی رو که شما گفته بودی به همسرانت، اون راز پخش شد. و اثر النبی، و اون لحظه ای که رسول الله علیه السلام رازی رو گفت الی بعض ازواجه، و برخی از همسرانش عایشه و حفصه رضی الله عنهما، حدیثا مخفیانه گفت یک حدیثی رو به اونها
رازی رو در میان گذاشت با اونها. فلما نبأت به، هنگامی که خبر داد اون راز رو، اینجا اشاره به حفصه رضی الله عنها است، کن راز رو، راز ماریه رو پخش کرد. و اظهره الله علیه، و الله متعال پیامبرش رو خبر ساخت از این پخش شدن راز. عرف بعضه و اعرض عن بعض. رسول الله علیه السلام رفت محضره به پیش حضرت حفصه و عرف بعضه، گفت برخی از این راز رو، گفت برخی از کلماتی رو که حضرت حفصه و تعبیری رو که استفاده کرده بود، و اعرض عن بعض، برخیش رو هم نگفت. کل حکایت رو وحی به رسول الله علیه السلام منتقل کرد. جبرئیل امین علیه السلام که حفصه این گونه گفته است، اما رسول الله علیه السلام وقتی با حضرت حفصه صحبت میکرد همش رو نگفت، برخیش رو گفت و برخیش رو نگفت. این یک درس است برای زن و شوهرهایی که با هم دیگه در فضای خانواده سوء تفاهمی پیش میاد، مشکلی پیش میاد. نیاز نیست که انسان وقتی که همسر خودش رو درباره یک موضوعی سوال میپرسه و از اون سوال جواب میکنه سنجین بکنه، یعنی در تمام جزئیات داستان بخواد تا ازش پاسخ بشنوه. همینجوری که رسول الله علیه السلام رازی رو گفته، راز پخش شده، الله تعالی خبر کرد پیامبرش رو از پخش این راز، و رسول الله علیه السلام در عتاب قرار دادن حفصه رضی الله عنها برخی چیزها رو گفت، برخی چیزها رو چشم پوشی کرد. به این معنا که نیاز نیست که شما وقتی با همسرتون، چه مرد با زن چه زن با مرد، یک موضوعی رو صحبت میکنید، تمام سیر تا پیاز رو به رخش بکشید، همه چیز رو مطرح بکنید، کلیات رو بگید و رد شید، چشم پوشی بکنید، سخت نگیرید، برای دیگر سخت نگیرید. همونجوری که رسول الله علیه السلام در این کار مهمی که آیه نازل شده دربارش هم خداوند میفرماید برخی‌ها رو گفت، برخی چیزا رو نگفت. این صفت انسان‌های کریم است. انسان‌های کریم، انسان‌های با مکارم اخلاقی بالا، وقتی که عتاب میکنن نزدیکانشون رو، دوستانشون رو، خانوادهشون رو، تو جزئیات داخل نمیشن، یک چیزایی که بسیار مهم ذکر میکنن، اون هم با احترام، با ادب، با اشاره و کنایه و رد میشن. هدف اصلاح است، هدف توبیخ و تحقیر نیست. هدف این نیست که ما شخصیت مقابل رو خورد بکنیم. هدف این است که مشکلی که پیش آمده حل بشه و شبهه‌ای که پیش آمده برطرف بشه. فلما نبأها بهم، وقتی که رسول الله علیه السلام ام المؤمنین حفصه رو خبردار کرد از این حکایت، قالت، ایشون فرمود ام المؤمنین حفصه، من انبأک هذا، یا رسول الله کی شما را خبر داد؟ و این راز رو الان خب حضرت حفصه جایی گفت و تعجب کرده بود که از کجا رسول الله علیه السلام خبر شد. من انبأک هذا یا رسول الله، از کجا خبردار شدید؟ کی به شما خبر داد؟ قال، پیامبر فرمود علیه السلام، نبأنی العلیم الخبیر، به من اون ذاتی که علیم است و خبیر است، همه چیز رو میدانه و از جزئیات موضوع خبر داره، به من خبر داده است. ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبکما، شما توبه بکنید، شما دو نفر، عایشه و حفصه، به سوی الله تعالی، فقد صغت قلوبکما، دلهای شما مایل شده به چیزی که رسول الله دوست نداشت، یعنی پخش شدن اون رازی که به اونها گفته بود و این پخش شد، رسول الله دوست نداشت. شما دلهای شما دو نفر تمایل پیدا کرد به این کار، پس از این کار توبه بکنید. و این تظاهر علیه، و اگر پشتیبانی کنید همدیگر رو در آنچه که رسول الله دوست ندارد، فإن الله هو مولاه، الله تعالی یاور اوست، دوست اوست. و جبریل، به همین طریق جبرائیل امین علیه السلام و صالح المؤمنین و انسانهای صالح، یعنی معنا که شما باید آنچه که رسول الله دوست داره همون رو دوست داشته باشید، آنچه دوست نداره دوست نداشته باشید. یاری کنید رسول الله رو در آنچه دوست داره و آنچه دوست نداره رو ترک بکنید. شما که همسرانش هستید، این صفت برای شما اولاتر است نسبت به دیگران. و اگه این گونه نشه، الله هست، او رو تنها نمیگذاره. جبرائیل امین علیه السلام هست و انسانهای صالح و مؤمنان دوستان رسول الله علیه السلام هستند. کنو تنها نخواهند گذاشت. و الملائکه بعد ذلك ظهیر، و ملائکه هم بعد از اینها پشتیبان او هستند. مواظب باشید. الله متعال با این آیات خطاب به همسران رسول علیه السلام و همچنین کل امت میفرماید که
رابطه شما با یکی از اولیای خدا سبب نمیشه که شما به خاطر اون شخص عتاب نشید. همونجور که در پایان سوره بعد الله متعال مثال میزنه همسر نوح و همسر لوط رو. الله متعال میفهمد که شما هر کسی باید خودش عبادتهای خودش و اطاعت خودش و فرمان برداری خود رو داشته باشه و حواس شما جمع باشه که نشه که کاری انجام بدید که رسول الله علیه السلام دوست ندارد. وقتی که امهات المؤمنین با اون درجه و مکانت این گونه عتاب میشند و از اونها خواسته میشه که دیگه این کار تکرار نکنن، به طریق و اولا بقیه امت تکلیفشون مشخص. و این به ما میفهماند که این که شما همسر یک انسان بزرگ هستی، عالم هستی، حافظ قرآن هستی، قاری هستی، یک مجاهد هستی، یک بزرگی هستی، یکی از اولیای خدا هستی، این دلیل بر این نمیشه که پس به نفع خود شما هم هست این حکایت. شما خودت باید خوب باشی و رفتارت باید خوب باشه، مگر نه اون موقع ملامت خواهی شد. رسول الله علیه السلام این آیات رو آمدن و خواندن و در ادامه الله متعال فرمود عسى ربه، چه بسا که پروردگار محمد علیه السلام ان طلقکن، اگر او شما رو طلاق بده، ان یبدله ازواجا خیرا منکن، برای او همسرانی بهتر از شما رو در نظر میگیره، مسلمات که مسلمان هستن و به الله تعالی ایمان آوردن و مؤمن هم هستن و حق ایمان رو به خوبی انجام میدن، تسلیم شده در برابر الله تعالی و ایمان دارن به تمام آنچه که الله و رسولش گفتن، قانتات و فرمان بردار هستن از الله و رسولش، تائبات توبه میکنند، عابدات زنانی که عبادت گزار خواهند بود، سائحات زنانی که روزدار خواهند بود، ثیبات و ابکارا، همچنین زنهایی که دوشیزه هستن، ابکار و ثیبات یا بیوه، چون ام المؤمنین حفصه بیوه بود و ام المؤمنین عایشه که با رسول الله علیه السلام ازدواج کرد دوشیزه بود. همه اینها را الله تعالی مطرح کرد که اگر رسول الله علیه السلام شما رو طلاق بده، بهتر شما رو برای او خواهد آورد. زنهای مسلمان مؤمن فرمان بردار عابد روز گیرنده دوشیزه و یا بیوه رو در اختیار رسولش قرار خواهد داد اگر شما رو طلاق بده. این یک توبیخ بود. این به هر حال الله متعال میخواست که همسران رسول الله علیه السلام هر روز و هر لحظه بهتر و بهتر و بهتر باشن و شاید کاری که در پیش دیگران یک امر عادی است برای اونها بسیار سنگین بود، چون اونها با رسول الله علیه السلام زندگی میکردن. اما این آیات درباره ام المؤمنین عایشه و ام المؤمنین حفصه گرچه نازل شد، ولی یقینا اونها توبه کردند از کاری که سر زده بود از اونها و تاریخ شاهد است که رسول الله علیه السلام اونها رو طلاق نداد و بلکه با همون محبت و علاقه قبلی زندگی ادامه پیدا کرد تا جایی که رسول الله علیه السلام در آخرین لحظه حیات در آغوش ام المؤمنین عایشه از دنیا رحلت فرمودند و در حالتی از دنیا رفتن که سر مبارکشون روی سینه حضرت عایشه بود و چانه حضرت عایشه روی سر حضرت رسول علیه السلام. و الله متعال برای رسول الله صلی الله علیه و سلم از کل این کره خاکی تنها جایی رو انتخاب کرد که آرامگاه ایشان باشد بعد از حیاتشون در این دنیا، که آرامگاه ایشان بود در حیاتشون در این دنیا. اون جایی که با ام المؤمنین عایشه شبها آرام می‌گرفتن در یک بستر که بستر ام المؤمنین عایشه بود، همون جا الان قبر رسول الله علیه السلام است. دقیقاً جای رخت خوابی که با ام المؤمنین عایشه داشتن همون جا رو کندن، در آغوش حضرت عایشه در روزی که نوبت حضرت عایشه بود از دنیا رفتن و در محل بستر حضرت عایشه در اتاق و خانه حضرت عایشه دفن شدن و آرامگاه رسول الله علیه السلام همون خانه حضرت عایشه است. همون جوری که آرامگاهشان در زندگی بود، آرامگاهشان بعد از زندگیشان و بعد از وفاتشان است. و این یک حقیقت غیر قابل انکار است و نشان از جایگاه عظیم ام المؤمنین عایشه دارد و آیاتی که در سوره نور درباره ایشان نازل شد و دفاع از ایشان و جایگاهشون برای هیچ انسان منصفی پوشیده نیست. و همین بس که الله تعالی از کل کره زمین برای دفن پیامبرش اینجا رو انتخاب کرد که بستر و آرامگاه رسول الله علیه السلام بعد از حیاتشان باشد، جایی که بستر حضرت عایشه بود. و حضرت عایشه رضی الله عنها در خانه خودشون زندگی میکردن بعد از وفات رسول الله علیه السلام تا وفات حضرت ابوبکر و بعد از شهادت حضرت عمر که اونجا دفن شد هم
بودند و تا آخرین لحظه حیات زندگی میکردن در داخل این اتاق و همونجا فوت کردن و البته در جنت البقیع دفن شدن. و این آیات رو به جز منافقین و دشمنان اهل بیت رسول علیه الصلاه و السلام و صحابه ایشان کسی جرئت نمیکنه که در مذمت امهات المؤمنین عایشه و حفصه رضی الله عنهما استفاده بکنه. این یک عتابی بود از طرف الله متعال، اما جایگاهشون و عظمتشون بر هیچ کسی پوشیده نیست و قرآن کریم هم مشخص است که در آیات دیگر در سوره احزاب اونها رو وعده داد به جنت و بهشت و رسول الله علیه الصلاه و السلام فرمود عایشه رو رسول الله علیه الصلاه و السلام با وحی الهی ازدواج فرموده است و فرمود جبرائیل امین آمد و برای من پارچه سبزی را نشان داد، گفت باز کن، تصویر عایشه در بود، فرمود این عایشه دختر ابوبکر است، همسر شما در دنیا و آخرت، و با او ازدواج کن. و همچنین ازدواج با حضرت حفصه بدون شک با دستور الله متعال بوده است و رسول الله علیه الصلاه و السلام با آنها ازدواج کردند. و این یک درس بود، یک عتاب بود که مواظب باشید، شما با شخصیتی زندگی میکنید که متفاوت است با دیگر شخصیت ها و این بانوان هم حقیقتا بهترین ها بودن، همونجوری که رسول الله علیه الصلاه و السلام فرمود. از ایشون پرسیده شد بهترین انسان زندگی شما کیست یا رسول الله؟ کی رو بیشتر از همه دوست دارید؟ چه کسی رو بیشتر دوست دارید؟ فرمودند که عایشه رو بیشتر از دیگران دوست دارم. و هیچ کسی نمیتونه که از این آیات بر علیه ام المؤمنین عایشه و حفصه رضی الله عنهما استفاده بکنه، چون رسول الله علیه الصلاه و السلام اصلا اونها رو طلاق نداد که قرار باشه بهتر از اونها رو باز ازدواج بکنه و تاریخ بر این گواه است. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتان و خانواده خودتان را از آتشی بترسانید که وقودها الناس والحجاره. شمایی که مرد خانه هستید مواظب همسرانتون، مواظب فرزندانتون باشید، اونها رو بترسانید از آتشی که آتش افروزه آن، سنگ این آتش، هیزم این آتش، وقودها، وقودش یعنی هیزم این آتش، الناس والحجاره، انسان ها هستن و سنگ هایی که پرستیده می شدن، بت هایی که می پرستیدن انسان های دیگر، اینها سنگ هایی هستن که اونجا آتش می گیرن و انسان هایی که در دوزخ می افتن. علیها، بر این دوزخ، ملائکتون، ملائکی گمارده شدند و نگهبان هستند که غلیظ شدید، خیلی غلیظن، خیلی تند برخوردن و شدیدن، خیلی نیرومند و تند خوب و تند برخورد هستند. اینها خیلی خشن برخورد میکنن با کسانی که به دوزخ میافتند و شدید است برخورد اونها. لا یعصون الله ما امرهم، اینها نافرمانی نخواهند کرد در آنچه الله تعالی به اونها دستور بدهد. و یفعلون ما یؤمرون، و هر چه که الله متعال امر بکنه انجام خواهند داد. یا ایها الذین کفروا، ای کسانی که کافر شدید، روز قیامت به اونها گفته خواهد شد وقتی به دوزخ میافتند، لا تعتذروا اليوم، امروز دیگه عذر پیش نکنید، هیچ عذری از شما پذیرفته نیست. انما تجزون ما کنتم تعملون، شما جزا داده میشوید به آنچه که انجام دادید. الله متعال به شما جزا میده آنچه رو که انجام دادید، این سزا و جزای آن چیزی است که شما انجام دادید. پس به همین خاطر مواظب خودتون باشید. این آیات از ابتدا که درباره حکایت تحریم بود و آنچه که درباره همسران رسول الله علیه السلام ذکر شد، در ادامه الله متعال فرمود که ای مرد خانه ها، مردهای خانه، همسرانتون و فرزندانتون بیم بدید و مواظب اونها باشید و اونها رو بترسانید از سرانجامی که پیش روی اونهاست و از آتش دوزخ، تا نشه که خدایی نکرده به دوزخ بیفتن. و این درسی است برای همه ما، تا فقط به فکر خودمون نباشیم. خیلی جای تعجبه که انسان میبینه پدری خودش نماز میخونه، فرزندانش نمیخونن، مادری نماز میخونه و دخترش نمیخونه، مادر حجاب داره دخترش نداره. و این نمیدونم که این حکایت رو چطور میشه توجیه کرد. آیا دلسوزی ندارید؟ آیا شما به اعتقاد ندارید به دوزخ؟ آیا اعتقاد ندارید به جنت؟ آیا اعتقاد ندارید به گناه بودن این کارها؟ آیا اعتقاد ندارید به اهمیت نماز؟ اگر خودتون اعتقاد دارید، چرا برای فرزندتون این کار رو نمی کنید؟ چرا دوست ندارید فرزند شما در راه شما قرار بگیره؟ آیا نمیخواید که اون از دوزخ نجات پیدا کنه؟ آیا نمیخواید اون به جنت بره؟ یا آنچه که خودتون انجام میدید براتون مهم نیست و واقعا باش باور ندارید؟ فرزند انسان برای انسان عزیز است و باید او رو در راه دین آورد و باید او رو آگاه کرد و باید در تربیت فرزندانمون، خانواده خودمون، همسرانمون دقت بکنیم. همسرتان، فرزندانتان رو الله متعال میفرماید قو انفسکم و اهلیکم نارا، نجات بدید خودتون و خانواده های خودتون رو
نجات بدید از آتش دوزخ. تلاش بکنید. چطور انسان وقتی که آتشی جایی فراهم میشه، خون انسان آتش بگیره چیکار میکنه؟ آدم میره داخل این آتش و فرزندان خودش رو نجات میده. نجات بدید فرزندانتون رو. به اونها دین یاد بدید، به اونها اعتقاد یاد بدید، به اونها التزام به دین یاد بدید، با خواهران به دخترانتون حجاب یاد بدید، التزام به دین یاد بدید، نماز خوندن یاد بدید، روزه گرفتن یاد بدید، قرآن خوندن یاد بدید. این هست که برای اونها میمونه. به اونها یاد بدید مسیر زندگی اونها رو. این نباشید که فقط به فکر تحصیلاتشون باشید، به فکر لباسشون باشید، به فکر پوشاکشون باشید، اما فکر دینشون نباشید. دین مهمترین نیاز زندگی هر انسان است. به اونها دین یاد بدید. به اونها دین یاد بدید. اگر دنیاشون را آباد میکنید که چه بهتر، اما مهمتر از دنیا دین اونهاست. دنیایی که بدون دین باشه به چه ارزشی داره؟ ثروتمندترین انسان روی زمین اگر عبادت نکنه خیلی فقیرتر است از اون انسان فقیری که نماز میخونه ولی روی کارتونی در کنار خیابان. این انسان خیلی ثروتمندتر است از اون ثروتمندی که اعتقاد نداره، که دین نداره، که نماز نداره. این نظر الله متعال با ارزش تر است، ولی اینکه ظاهرش چی نداشته باشه، اما نظر الله تعالی وزن داره، ارزش داره. این ارزش های دینی و اعتقادی رو فرزندانمون یاد بدیم تا خودمون و فرزندانمون رو از آتش دوزخ نجات بدیم. با امید آن روز. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید از هم به شما سپاسگزارم و همه شما عزیزان رو به الله متعال می سپارم. الله یار و نگهدارش. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني